اتفاق جالب در کنسرت جدید آریانا سعید و جنگ وی در روی استیج با اسیب سعید نامزدش و لباسهای جنجالی آریانا سعید در کنسرت سویدنش. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل، خوش صدا و خوش سیمای افغانستان که نامش در میان هنرمندان افغانستان شهره است. آریانا سعید یگانه هنرمند افغانستانی است که کنسرت‌هایش به سطح ملی و بین المللی برگزار می شود. آریانا سعید جدیداً 2 روز قبل کنسرت در بزرگترین شهر سویدن مالمو برگزار کرد که این کنسرتش با حضور بیشتر از 5000 نفر برگزار شد. آریانا سعید در این کنسرتش 2 لباس بر تن کرده که یک لباسش کاملا شباهت با لباس‌های مردم تاجیکستان داشته و انتقاد شدید از طرف مردم و علاقه‌مندانش شده است. آریانا سعید در این کنسرت در روی استیج با اسیب نامزدش درگیری لفظی شده است و این کار آریانا سعید باعث شد تا کنسرتش نیم ساعت به تأخیر بیفتد. تصاویر و عکس‌های نشر شده در صفحات مجازی از این کنسرت آریانا سعید باعث انتقاد شدید از طرف مردم و علاقه‌مندانش شده است، ولی آریانا سعید تاکنون پاسخی برای مردم و علاقه‌مندانش نداده است و قرار است آریانا سعید تور کنسرت‌هایش را در دیگر شهرهای اروپا هم برگزار کند. ولی این را همه می‌دانند آریانا سعید شاهکار در هنر موسیقی افغانستان است و یگانه هنرمندی است که کنسرت‌هایش به سطح بین‌المللی برگزار می شود. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.